در نماز اللهم اغفر لی و لوالدی را خواندن اجازت هست گفتیم. ولی اجازت هست این دعا با این لفظ در حدیث ها نآمده است، لیکن در قرآن به این اشاره هست. در سوره نوح الله تعالی نقل کرد که رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات. پروردگار مرا بخش و پدر و مادر مرا بخش و آنهایی که به خانه من همچون مؤمن در آمدند و تمام مؤمن ها و مؤمن زن ها را ببخش. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که التحیات خواندید، صلوات خواندید، گفتند که ثم لیتخیر من الادعیه ما شاء. سپس از دعاها کدام دعا را خواهد اختیار کند گفتند. یعنی نگفتند که فقط دعاهای مأثور از قرآن یا دعاهای مأثور از سنت را خواند، نگفتند. ما شاء، کدام دعا را خواهد اختیار کند گفتند. یعنی شخص دعا کننده میتواند کدام نوع دعاها را انتخاب کند، حتی دعاهای دنیوی را هم. خود ربنا آتنا فی الدنیا حسنه الکی دنیوی هست. بعضی ها میگن که در نماز چیزهای دنیوی را نپرس، مثلا زن نپرس از الله تعالی، مال نپرس یا وظیفه نپرس، میگن نادرست است. چون که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پروردگار برای ما در دنیا نیکی را ده، الکی دنیوی هست. همه چیزهای نیکی دنیا را در بر میگیرد، خواه نیکی های دینی دنیوی را، خواه دنیوی را. یعنی مثلا در دنیا با من علم ربانی تگوید، این در دنیا برای خودتان پرسیدید. لیکن وقتی که همسری صالحه پرسیدید، این الکی دنیا هست. مال دنیا پرسیدید، دنیا هست. اجازت است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دعاها کدامیش را خواهد انتخاب کند گفتم. بنابراین اللهم اغفر لی را هم خواند اجازت است، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا نمیخواندند. پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت عام دادن و اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا و الممات و من شر فتنه المسیح الدجال. بعضی علما میگن ترک نمیکردن. بنابراین بعضی علما گفتن واجب است پیش از سلام ای الله من از شر جهنم، از بدی جهنم و من از وارد شدن به جهنم و از عذاب قبر و از فتنه زندگی و مردن و از فتنه مسیح دجال به تو پناه میطلبم. از این 4 چیز پیش از سلام یعنی که پناه میطلبیدن. و اینچنین اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی که ترک نکن گفته وصیت کردن به حضرت معاذ. معاذ از دستش گرفتن، گفتن که ای معاذ قسم به نام الله تعالی من تو را دوست میدارم. بعد نماز یعنی در آخری نماز پیش از سلام اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی رو ترک نکن. هیچگاه ترک نکن. من تو را دوست میدارم. یعنی به شخص دوست داشتشان چون این توصیه کردن. بنابراین این دعاها را کنید و واقعا اگر به تمام مسلمان ها گناه تمام مسلمان ها، مسلمان زن ها، مومن مرد ها را ببخش، زنده های آنها را و مرده های آنها را گوید، به عدد مسلمان ها اجر میگیرید. به عدد مسلمان. الان 2 میلیارد مسلمان است در دنیا، لیکن تا امروز چند میلیارد مسلمان از دنیا گذشت. گذشتگان آنها و زنده های آنها به عدد مسلمان ها ثواب میگیرید. مسلمان ها را دعا کردن کار خوب است. میگن که دعای اللهم اغفر لی مادامی که نباشد یعنی که بدعت نمیشد. گفتن نه، برای چی بدعت نمیشد؟ برای آن که اصلی شرعی دارد. یعنی چه خیلی که در قرآن آمده است پروردگار مرا، پدر و مادری مرا و تمام مسلمانایی که به خانه من در آمدن و تمام مؤمن ها و مؤمن زن ها را ببخش. همین لفظ آمده است. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت دادن که ولیتخیر من الادعیه ما شاء، از دعاها کدامش خواهد انتخاب کند. دعا عبادت آسان است. میشود به زبان تاجیکی، به زبان مثلا روسی، به زبان انگلیسی، هر یک آدم به زبان مادری یا به زبانی که براش مهیا هست با همان زبان دعا کردن گیرد. اما دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم یا دعاهای قرآنی بهتر است، افضل است، چون که دعاهای جامع است، همه چیز را در بر گرفته است. اگر یک انسان دعای خودش کنه اجازت است.